سلام دوستان، برای دوخت این توتبک مدل هلال به پارچه‌ای به ابعاد 38 در 58 سانت نیاز داریم که پارچه از وسط تا می‌کنیم و روی دولای بسته از پایین به اندازه 30 سانت بالا میریم و از قسمت دولای باز 4.5 سانت داخل میایم و این دو تا قسمت رو به صورت هلال به هم وصل میکنیم. تو همین قسمت دولای باز قسمت پایین 4 در 4 سانت یه مربع برش میزنیم و جدا میکنیم. این قسمت بالا پارچمون اضافی مونده، برای جیبش یه مستطیل به ابعاد 11 در 16 سانت جدا میکنیم و برای جیبمون استفاده میکنیم. از این پارچه برای دوخت دو تا از پارچه اصلی، دو تا هم آستر نیاز داریم. خب حالا من میرم اول جیبو میدوزم، آستر و پارچه رو هم میذارم دور تا دورش به جز یه قسمت رو وا میذارم که به رو برگردونیم. بعد اینکه به رو برگردوندیم شروع میکنیم به دوختنش به آستر. اینجا من 2 تا پارچه از آستر بارش زدم، 2 تا هم از پارچه اصلی. فعلا پارچه اصلی رو کنار میذارم، به یکی از پارچه های آستر نیاز دارم که جیب رو روی کار بدوزم. قسمت وسط کار رو پیدا میکنم و جیب رو میارم وسط جیبم پیدا میکنم و از قسمت بالا 8 سانت میام به پایین و جیب رو 3 طرف رو بهش دوخت میکنم تا جیب روش فیکس بشه. بعد این کار قسمت دوم پارچه آستر رو میارم روی این میذارم و این قسمت هایی که نشون میدم ببینید 3 طرف کار 2 طرف و پایین کار رو دوخت میزنم. بعد اینکه دوختم 2 تا طرف 4 در 4 که برش زده بودیم رو شروع میکنیم به دوخت. برای پارچه اصلی هم دقیقاً همین کار رو میکنیم، 2 تا روی پارچه رو روی هم میذاریم و این 3 طرفی که شما دیدین رو میدوزیم، یعنی این 2 تا قسمت و قسمت پایین و بعد هم 2 تا سمت 4 در 4 و بعد پارچه اصلی رو به رو برمیگردونم داخل کیسه آستر میندازم به این صورت. بعد اینکه این کار کردیم دور تا دور دسته ها رو و قسمت بالا رو میدوزیم به جز یک قسمت که باید از اینجا به رو برگردونیم. بعد اینکه به رو برگردوندم دور تا دور کار رو یه پایه میرم که فیکس بشه و حالا اینجا باید دسته کار رو آماده کنیم که این 2 تا قسمت رو روی هم میذاریم، یه دوخت میریم و به همین راحتی ما یه توتبک مدل هلال داریم که خیلی به درد میخوره. امیدوارم استفاده کنین ازش.